دیگه نمیکشم. من نمیخوام تجربه بخونم. من نمیخوام زیست. من نمیخونم. من چرا باید زمین بخونم؟ اصلا متبلبر یعنی چی؟ به من چه؟ آقا من همین که میدونم دست دارم پا دارم خدا رو شکر. آیا به شما ربط داره؟ نه خب بس به منم ربطی نداره. من چرا باید تجربه بخونم؟ خودت انتخابش کردی. من غلط کردم. تو زندگی آدم اشتباه. شما نمیکنین اشتباه؟ الان این فردا که من اینو بدم بیام خونه باید برای فیزیک بخونم. بعد که پس برام فیزیک میدم میام خونه باید شیمی بخونم. میفهمی؟ نه خب نمیفهم. فشار بوده رو مغزت رو ساعتو دیدی ساعت 10 شبه. من خوابم میاد ولی هنوز زیست مونده تا صبح. بچه باید درس بخونم. آقا من میخوام شوهر کنم. بچه گردن نمیگیره. من میخوام شوهر کنم. بیاین من بگیر. تو زیر سن قانونی. من 2 ماه دیگه 18 ساله. بیاین من بگیرین. ولی از موهات مشخصه خیلی درس خوندی. موفق باش. هستم قطعا با این وضعیت ساعت 10 شب هنوز همه چی مونده. خیلی موفقم فردا. از من یک عکس بذار. همون عکسی که پروفایلمه. خب اون رو میذاری تو دیوار آگهی میکنی که دختر من شوهر میخواد. من کاملا جدیم. من پس بگو بیا منو بگیر. من ترک تحصیل میخوام بکنم. خواستگار دارید بگو بفرما تو دخترم 1 ماه دیگه 2 ماه دیگه خدا خیرتون بده 18 سالشه بیاید اینو بگیریم بره خونه